بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، روز پنجم درس اینترنت شماست. البته امروز ما و شما در رابطه با سایت هایی که بسیار بسیار مهم و معروف است و زیاد مردم از اونها استفاده میکنن، امروز امو سایت ها را میریم یک گردش میکنیم و او سایت ها را یک ویزیت میکنیم و میبینیم که او سایت ها چی محتویات داره و به کدام منظور استفاده میشه. درست است؟ خب امروز ما و شما فعلا کدام سایت را در درس اگر شد باز بخیر، اگر کدام سایت را مثلا ما فراموش میکنیم باز میتونید شما از طریق سرچ انجین ها هم شما سایت ها را پیدا کنید. درست است؟ اما اگر سایت شما آدرسش داشتین، URL ش داشتین، بنابراین شما میتونید از آدرسش تایپ کرده و از او را پیدا کنین. خب موضوع درس ما و شما چی است؟ important websites. خب البته دوستان عزیز، سایت هایی که شما دارین، سایت ها میشه کاتگوری شود. درست است؟ سایت های خبری است، سایت های ورزشی است، سایت های کاریابی است و انواع زیاد کاتگوری میشن. سایت های آموزشی است. درست است؟ هر سایت های شما کاتگوری میشه. شما میتونین که پیدا کنین سایت ها رو. مثلا دوستان عزیز، سایت www.bbc.com سایت BBC باز میشه. البته سایت خبری BBC باز میشه، البته به کدام زبان؟ به زبان انگلیسی. اما به شما نشته کردین www.bbc.co.uk/Persian با سایت BBC را به زبان فارسی بر شما باز میکنه. اگر سلش پشتو گرفتین به زبان چی باز میکنه؟ پشتو. انگلیش گرفتین انگلیش. مثلا ما همین سایت فارسی BBC را میخوایم که باز کنیم. چطور باز میکنین؟ براوزر. شما فرق در رابطه با براوزرها دیر صحبت کردیم. درست است؟ برای اینکه ما بخوایم به صفحات سایت ها دسترسی پیدا کنیم، سافتورهایی وجود داره، اپلیکیشن هایی وجود داره که به نام براوزر یاد میشه و دیروز نامه‌اش هم یاد گرفتین، مثل موزیلا، گوگل کروم، اپرا، نت اسکیپ زیاد است. درست است؟ ما مثلا در اینجا از موزیلا استفاده میکنم. موزیلا را که استفاده کردین دوستان عزیز، در این قسمت شما یک چیز دارین به نام آدرس بار دارین. در اینجا شما باید که یا این را به نام URL هم میگه. به نام چی؟ به نام URL هم میگه. شما آدرس هر سایت در اینجا نشته میکنید. سعی کنید www.bbc.co.uk/Persian انتر. ولی انتظار بکشین، سایت فارسی BBC بر شما باز میشه. شما میتونید دوستان عزیز در اینجا تب دیگه بگیرین، یک سایت دیگه را باز کنین. خب تا BBC باز میشه میتونید یک سایت خبری دیگر هم باز کنین. www.pajwak اخوالو همه نشته میشه pajwak.com است یا .af است. درست است؟ این را میبینیم. یاله در تب دیگر نشته میکنیم www. ببینید صفحه دمو یک براوزر که باز شده دموجه چندین تب گرفتین. نه شما میتونین که در اینجا دوست عزیز امی موزیلا باز است، روی از آیکانش کلیک کنین یا یک تب دیگه بگیرین، یا کاملا یک براوزر یکی دیگه باز شود. نه همینجا میتونین تب بگیرین راحت تر. pajwak.com یا .af است. نمیفهم پیدا میکنم. خب سایت سوم خبری www.khama به میشکل .com. خب این را هم اینجا ما تایپ میکنیم. پژواک نبود www.khama.com
سایت خبری دیگه است، درست است؟ خب ما میتونیم پژواک از طریق سرچ انجین هم پیدا کنیم. امکان داره پژواک ما نفهمیدیم آدرسش، درست؟ پس از گوگل کمک میگیریم. سرچ انجین است، گوگل تایپ کردین www.google.com. اگر شما تنها اینجا گوگل هم نشته کنین، تنها گوگل نشته کنین، کنترل انتر، با شما مکمل www.com خودش تایپ میکنه. خب صفحه لود میشه چون اینترنت سرعتش ضعیف است، به او خاطر یک کم ذره وقت میگیره تا اینکه لود شود. خب تا اینا لود میشه صفحه سایت های دیگر رو میبینیم. www.takbook.com. بر شما چی میتونین از طریق تکبوک میتونین کتابای پی دی اف دانلود کنین و استفاده کنین در هر بخش، بخش صحت، بخش کامپیوتر، بخش اقتصاد، بخش حقوق، هر بخشی که شما میخواین کتابا کاتگوری شده. ابو کاتگوری رو انتخاب میکنین و از اونجا میتونین کتاب بگیرین و کتابا رو دانلود کنین. خب ببینیم سرچ انجین گوگل باز شد. در اینجا شما اگر سایتی را مثلا ما یاد ما رفته است، مثلا من اشتباه میکنم سایت، فرق نمیکنه چی در انگلیسی باشه چی در فارسی باشه، یعنی سایت خبری پژواک انتر بودی بر شما سایت خبری پژواک میگه، بر شما آدرسش میگه. خب سایت خبری خامه پریس هم اومده. یا شما میتونید زبانش انتخاب کنید، مثلا فارسی باشه. اولین صفحه‌ای که دیروز ما شما هم برای شما یادآور شده بودم، زبان شما آدرس یک سایت تایپ میکنین و او برای شما اولین صفحه‌ای که میبینین به نام چی یاد میشه؟ به نام هوم پیج یاد میشه. ببینید سایت بی بی سی هم باز شد. صفحه اول یا صفحه اصلی شما همینجاست. افغانستان، جهان، فرهنگ، ورزش، اقتصاد، دانش و فن، صفحات ویژه. اینا تمام صفحات است که شما اینجا باز میکنین، کلیک میکنین بر شما موضوعات میآید. یا مثلا اینجا شما ببینید 2 نامزد ریاست جمهوری افغانستان جریمه شدن. روی از این موضوع اگر کلیک کنین بر شما صفحه دیگه باز میشه و این موضوعات در یک صفحه دیگه وجود داره. شما هر زمانی که روی هر تکستی که بیاین سعی کنین اگر روی از این تکست بیایم کدام چیزی نیست، اما روی از این تکست اگر بیایم شکل دست میگیره. شکل دست اگر آمد به این معنی است که لینک است. روی از این کلیک کنین شما در یک صفحه دیگه میبره. درست است؟ خب در اینجا یا سایت فارسی بی بی سی اخبار است وجود داره، شما میتونید اخبار رو ببینید. و یا سایت خامه پریس. خب سایت بی بی سی به خاطر که دوباره لوچه ما شما میریم در سایت پژواک. ببینید اینجا پژواک اسپلش ما شما کمه اشتباه گرفته بودیم، درست است؟ آدرسش چی است؟ www.pajwak.com به این شکل است. و این آدرس از اینه ببینید همینجا آژانس خبری پژواک، در پایین از www.pajwak.com. درست است؟ اگر ما شما گفتیم جای وقت اشتباه میشه که ما شما یک سایت یاد ما میره آدرسش، بنان میتونیم که با استفاده یا کمک از چی بگیریم؟ از سرچ انجین بگیریم. سرچ انجین برای ما شما پیدا میکنه. یا من اشتباه میکنم www.pajwak.com اسپل درست کنیم؟ انتر. ببینید سایت خبری پژواک هم لود میشه و در اینجا میتونم نشته کنم که www.tkg.af وبسایت دفتر ماست.
یا وبسایتی که ما داریم هم وبسایت خبری، شما میتونید اخبار روز و هر لحظه اخبار از طریق ازی ببینید. tkg.if tkg.af. در اینجا ببینید شما میتونید به 3 زبان، زبان دری، پشتو، انگلیسی، با کدام زبان شما اخبار روزتان رو میتونید ببینید. مثلا من بخش دری را انتخاب میکنم، دری را انتخاب کردم، یا سایت ما اخبار دری را بر شما میتونید پشتو و انگلیسی به مشکل. ببینید پژوا کام لود شده اما تکمیل لود نشده. سایت خبری خامه و یا بی بی سی. البته آزادی هم هست نی؟ از اینجا میتونیم که نشته کنیم سایت خبری آزادی، یعنی آدرس شما میخوایم از سرچ انجین پیدا کنیم. ببینید یا پژواک افغان نیوز به زبان انگلیسی، به زبان پشتو، به هر زبانی که شما خواسته باشین، به 3 زبان بر شما خدمات میده. ببینید روی اگر این لینک کلیک کنید شما رو به یک لینک دیگه میبرنی، صفحه دیگه باز میشه. مستقیم کلیک کنید در امی صفحه‌ای که باز بود در امیجا باز میشه. شما میتونید اینجا رایت کلیک کنید، مثلا یک خبر دیگه است، این رایت کلیک کردین بگین که open link in new tab، این لینک باز کو اما در یک تاب جدید. شما فعلا چند تاب دارین؟ 1 تاب، 2، 3، 4، 5 تاب است نی؟ اما اگر انتخاب کردین در اینجا گفتین که این لینک باز کو اما در تاب جدید، ببینید یک تاب دیگه باز میشه، در اینجا لود میشه، اون موضوع در صفحه دیگه بر شما باز میشه. خب انتظار میکشیم تا صفحات ما لود شه. خب با این استفاده دوست عزیز میتونیم که بعضی سایت های دیگر هم نشته کنیم. www سایت های خبری سیز tand.com است یا .af است. باز میبینیم که لود میشه یا نه. درست؟ www.functionx.com. اگر میخواین در رابطه با فانکشن های اکسل معلومات بگیرین و بیشتر فانکشن ها رو ببینین، میتونین که از اینجا این سایت تعقیب کنین و در اینجا خیلی از موضوعات در رابطه با فانکشن های اکسل وجود داره. www.mohi.edu.gov.af کدام سایت است؟ سایت تحصیلات عالی. به این شکل در سایت مثلا اینجا ببینید با یک لیست از سایت های وزارت ها اینجا ما داریم. خب سایت دوم www.mod.gov.af سایت وزارت داخله. موهی را گرفتم نی، وزارت تحصیلات عالی. www.moe.gov.af سایت تحصیلات سایت وزارت معارف. www.mfa.gov.af کدام وزارت؟ Ministry of Fair. به این شکل بود. دیگه دارین www.moe.gov.af 14 www.mcit.gov وزارت مخابرات سایتش 15 www.molsamd.gov
.af وزارت کار و امور اجتماعی میشه آدرسش، درست است؟ و www.moc.gov.af سایت های مکمل. البته دیگه هم سایت ها هست. سایت های معروفی است که شما میتونید از اینا بگردین و اینا رو پیدا کنین. خب چند سایت باز کردیم؟ سایت ما ببینید این سایت دفتر رادیوی کلیت است، TKG.f. این هم سایت خبری است و در شما اخبار روز هر لحظه دیدن میتونید و حتی میتونید که آنلاین رادیو را هم در اینجا بشنوید. در قسمت www.tkg.f در قسمت سمت راست اینجا بخش رادیوست. اینجا شما میتونید که کلیک کنید و آنلاین رادیو را بشنوید. پژواک، خامه، BBC. ببینید در BBC ما شما گفتیم یک لینک در یک صفحه یا در تب نو برام باز کو، همونجا باز کردنی. روسیه قیمت گاز صادراتی به اوکراین تا 1 افزایش داد. این اخبار میتونید را بسته کنید. خب میریم بعضی سایت های چی را باز میکنیم؟ سایت های دولتی را باز میکنیم. این چند سایت خبری که بود بسته میکنیم، اینا رو بسته کردیم. www.mohi MO یا Ministry of Higher Education مخفف از اوست .gov.af سایت چی رو بر ما باز کنه؟ تحصیلات عالی. www.mod.gov گاو مخفف گورنمنت است. صحیح است؟ ببینید سایت تحصیلات عالی باز شد. نه انتظار میکشیم تا لود شود سایت تحصیلات عالی. میریم سایت دیگه ما داریم سایت وزارت معارفه www.moe.af میتونید برای این سایت دیگه وجود داره. خب اینجا لیستشان است، فقط من کپی میگیرم، کنترل C در تب پیست میکنم، انتر. میریم سایت دیگه از ادارات دولتی را باز میکنیم، کنترل V انتر. این سایت کجاست؟ وزارت معارف، وزارت دفاع ملی. میریم سایت وزارت مخابرات، کنترل C تب باز کردیم. نه نیو تب، در نیو تب در آدرس بار انتر. روی علامه مثبت کلیک کنین، تب دیگه باز میشه براتون. کنترل C تب باید بگیرین. در اینجا سایت دیگه کنترل V و انتر. کنترل C و در اینجا تب دیگه باز میکنیم. درست است؟ وزارت چی بود؟ تحصیلات عالی. کنکور اعلان نشدن. کنکور چند؟ 1393. اینجا مطلعش است که بر شما میگه. ببینید تمام موضوعات است که در رابطه با سایت وزارت تحصیلات عالی میشه شما اینجا میبینید. صفحه اصلیش چی است؟ با زبان پشتو، انگلیسی یا خود زبان دری باز کردنی. شما میتونید زبان تعیین کنین، کدام زبان میخواین، اخبار چی است، مؤسسات تحصیلات عالی و تمام موضوعات است. اعلان کاریابی، روی هر کدام از این لینک است کلیک کنید موضوعات را ببینید. وزارت دفاع ملی، بیوگرافی وزیر دفاع ملی و لینک هایی وجود داره که در اینجا. البته ما چند وزارت یا اداره را گرفتیم، شما میتونید وزارت خانه دیگر را هم پیدا کنید. شما اگر آدرسش نداشته باشین از کجا میتونید پیدا کنید؟ از طریق سرچ انجین ها، گوگل، یاهو، بینگ یا هر کدامش که خواستید. وزارت معارف
دی پوهانه وزارت افغانستان اسلامی جمهوریت، وزارت خارجه است، وزارت خارجه نی. اینجا بیوگرافی وزیر محترم وزارت خارجه. وزارت امور داخله عمر دوزی، وزیر محترم امور داخله. وزارت مخابرات افغانستان و موضوعاتی که در وزارت مخابرات است شما میتونید در این سایتش ببینید. خب وزارت کار و امور اجتماعی یا موضوعات است در رابطه با وزارت کار و امور اجتماعی. لینک های داره در اینجا، شما میتونید لینک هاش تعقیب کنین و موضوعاتی که محتویات سایت ببینین و بخوانین. و وزارت اقتصاد، اینترنت کم ضعیف است، صفحات کمی دیر لود میشه، درسته؟ خب این هم دوست عزیز وزارت اقتصاد کشور و وزیر محترم اقتصاد افغانستان، درست است؟ خب این بود دوست عزیز چندین سایت هایی که سایت های معروف یا سایت های ادارات دولتی و وزارتخانه های کشور ما شما بود، درست است؟ شما میتونید از طریق گوگل، از طریق سرچ انجین های دیگر وزارت های دیگر هم سایتش جستجو کنین پیدا کنین. خب من این صفحات بسته میکنم، تمامی صفحات بسته کردیم. یک سایت خبری دیگه هم وجود داره دوست عزیز، به شما پیشتر گفتم tand.com، سایت بختی www بختی همین شکل میه. خب البته اگر ما بعضیش درست پیدا نمیتونیم میتونیم از گوگل سعی کنیم. اینجا من اشتباه میکنم که سایت خبری آزادی، آزادی اخبارش چیست آدرسش؟ DA www.daazadi radio.org www سایت خبری دیگه چی؟ پشوا که گرفتیم سایت خبری بختی، سایت خبری بختی. ببینید بختی با کدام شکل آمده؟ www.bukhtinews.af پشتو گرفتین؟ پشتو یا دیگه کدام سایت خبری داریم؟ هشت صبح سایت های زیاد است، درست است؟ شما در امینجا دوست عزیز سرچ کنین پیدا کنین. امین دو سایت را که گرفتیم azadi.org را گرفتیم، کپی تب باز کردیم و در اینجا را پیست. این سایت آزادی را برای ما شما باید باز کنن و به می شکل. و یک سایت دیگر هم ما بر شما گفتیم که اگر میخواین که در رابطه با موضوعاتی که در رابطه با چی است فرمولای اکسل است www.functionx
functionx.com. اگر میخواین که در رابطه با کامپیوتر معلومات بگیرین www.computerhub.com. کامپیوتر هوب. اگر میخواین که کتابای فارسی الکترونیکی بگیرین www.farsiebook.com. بر شما گفتیم اگر میخواین که کتابای PDF پیدا کنین در هر بخش www.techbook.com. خب اینجا سایت باز شد. ببینید سایت فانکشن X باز شد. شما میتونید در رابطه با موضوعات سعی کنین ورد، اکسل، در هر بخش، حتی در بخش دیتابیس اگر کار میکنین MS Access موضوعات است. در رابطه با HTML ASP.NET و در رابطه با خود اکسل هم اگه بود نتورکینگ، یعنی موضوعات زیادی را در رابطه با تکنولوژی شما میتونید از این بخش پیدا کنین و استفاده کنین. دیگه بود موضوع در رابطه با کامپیوتر هوب سایت دیگه بود نی. شما میتونید از این طریق مثلا در رابطه با یک موضوع درس بگیرین، کمک بگیرین. مثلا MS DOS چی است، کیبورد شورتکت چی است. کیبورد شورتکت کلیک کنین، در رابطه با شورتکت های کیبورد جا شما میتونید که موضوعات پیدا کنین. درست است؟ لینک های سک ببین کل شورتکت هاست. خب فارسی بوک باز نکرد، تک بوک باز کردیم نی. شما میتونید از طریق تک بوک بسیاری از کتابای PDF یا کتابای الکترونیکی را دانلود کنین. در اینجا سعی کنین کتابایتان کلش کاتگوری شده میاد. مثلا دانلود کتاب مذهبی، کتاب شعر، ادبیات، ورزش، هنر، هر کتابی را که شما میخواین. مثلا ما میخوایم در رابطه با کتابی رو پیدا کنم که در رابطه با کامپیوتر باشه. نشست که دانلود کتاب کامپیوتر روی ازی کلیک میکنین. یا تمام کتابایی که در رابطه با کامپیوتر است بر شما میاره. ببینین یک کتاب است درباره ادوب دایرکتور. دیگه کتاب نام کتاب است Entity Framework. دانلود کتاب آشنایی با تعریف سیستم های شبکه، لینکس، ویندوز سرور 2008 R2. ببینید جالب کتابا داره نی. اگر خواستین که کتابا رو دانلود کنین بسیار ساده میتونین کتاب دانلود کنین. مثلا در اینجا کتابی که در رابطه با ویندوز سرور 2008 RT است نی، ما انتخاب میکنم در قسمت این پایین از اینجا دارین ادامه مطلب و دانلود رایگان کتاب. روی ازی کلیک میکنین. قسمت موضوع امو کتاب آمد، موضوعات میخوانین در رابطه با ای و در اینجا شما میتونین که بگین که دانلود 21 مگابایت است و این ما میگم که دانلود رایگان کتاب و ای حال انتظار بکشیم که شاید دانلود شود. البته دانلود هم که شود از طریق آیدی میشه. ببینید 20 این 20 و ما این رو به دانلود میمانم و میریم شما روی موضوعات دیگه. درست است؟ خب این بود تک بوک. یک سایت دیگه هم است فکر کنم pdf.ir است. به این شکل IRR pdf است و هم در رابطه با کتابای الکترونیکی شما میتونید از اینترنت بگیرین و دانلود کنین. خب سایت های دیگه هم وجود داره. ustadonline.com www.ustadonline.com آنلاین شما را میتونه درس بده. مثلا دیگه هم دارین سایت www.alisan.com alisan.com مکمل شما را رایگان در هر بخشی که بخواین شما را درس میده، آنلاین درس میتونه. alisan.com استاد آنلاین alisan. خب شما میتونید سایت های که حالت سرگرمی داره هم پیدا کنید. مثلا www.afghan
123.af فکر کنم دات کام باشه. دات کام است. ببین اگر درست شما آدرس رو تایپ نمی کنید باز دات کام. شما میتونید از طریق افغان 123 آهنگای روز، آهنگای هر هنرمند شما از اینجا دانلود کنید و استفاده کنید. یا لیسن، سایت لیسن است. شما تعیین میکنید که چی میخواین که اینجا درس بگیرین. بر شما بخش‌های مختلف وجود داره. شما میتونید کورس انتخاب کنید و فری یاد بگیرید. خب رو من بسته کردم. استاد آنلاین باز نشد، حتما سایتش مشکل داره. خب افغان 123 باز شود. سایت های کاریابی هم دارین دوست عزیز. شما میتونین که کاریابی کنین. www.akbar.org www.jobs.af capital.com سایت های زیاد، سایت های کاریابی شما میتونین کاری استفاده کنین. ببینید کتابی را که ما میخوایم که دانلود کنم رو به تکمیل شدن است. خب سایت اکبر، سایت افغان جابز، دو سایت کاریابی. خب اینجا سایت اکبر است، موضوعات در رابطه با سایت اکبر. خب کتاب ما دانلود شد. اوپن این را بعدا مکسرک میکنم باشه. این سایت اکبر است. شما میخواین که کار براتون پیدا کنید. در بخش جابز بیاین بگین که مثلا جاب لیست از جاب ها باشه. میتونین جاب فاین جابز نی کار پیدا کنید، سرچ کنید. موضوعاتی است. افغان اف اینجا ببینید لیست از کارهایی که اعلان شده اینجا است براتون. نرس، آیتی، ریلیجیس افیر، نشنال، اکسپریمنتال، تمام پست هایی که اینجا بر شما اعلان شده. درست است؟ به قسم در سایت اکبر ببینید این پست ها اعلان شده. مأمور فروشات، مدیکال اسپشیالیست نی و در اینجا بر شما تشریح داده که از کدام پست است، جاب ویو چند نفری را دیده، از کدام کمپانی است، در کجا است این کار، آخرین تاریخی که مهلتش است نی، ددلاینش است کدام تاریخ است. مثلا اینجا شما میخواین در رابطه با مأمور فروشات معلومات بگیرین، روش کلیک کنین، خودش لینک است نی، یعنی امی پست با تمام جزئیات خود در این صفحه دیگه بر شما نشان داده میشه. مأمور فروشات، خب معاشش چقدر است، پرمنت است، جاب کاتگوری، نشنالیتی افغانستان، شیفت، قرارداد به چه شکل، کانترکت دیوریشن، پرمننت دائمی است نی و در کدام سازمان است، تمام موضوعات است. خب این موضوعات هم میخوانین، بعدا شما میتونین که از اینجا ایمیل آدرسش بگیرین و سی وی تان در اینجا ایمیل کنین. درست است؟ سی وی تان چی میکنین؟ ایمیل میکنین. برای این بود سایت چی؟ سایت اکبر یا jobs.af هم به می شکل روی هر کدامش کلیک کردین موضوعاتی هست در رابطه. موضوع سایت قبلی را بر شما گفتم که افغان 123. شما میتونید از طریق از این سایت آهنگای روز، آهنگای هر هنرمند شما در اینجا پیدا کنین و دانلود کنین. کل هنرمندایتان است. درست است؟ آهنگای نوی که آمده هم اینجا کلش لیست است. شما میتونید همینجا نشته کنین، در اینجا سرچ هم کنین. مثلا بگین که در رابطه با یک هنرمند، یا در اینجا سعی کنین دوست چندین بخشا داره، هوم داره، میوزیک، ویدیو یعنی آهنگای تصویری، همه چیز است، رادیو، عکس‌ها، چت. درست؟ کانتکت اس یعنی شما بعضی اوقات اگه میخواین که با مسئولین خود سایت بخواین که تماس داشته باشین، کانتکت اس کلیک میکنین، یعنی اونا معلومات خود ماندن در اونجا. درست؟ بعضی اوقات در بعض سایت ها شما میبینین about us، یعنی اگر شما میخواین معلومات و گپا در رابطه با کسایی که سایت طراحی کردن شما معلومات بگیرین about us. خب مثلا ما میخوایم که آهنگای سعودی داشته باشم، روی میوزیک مثلا کلیک میکنین.
خب اینجا ببینید تمام آهنگای صوتی شما از هر هنرمند شما در اینجا آمده. هر کدامش به اساس حرف اول نامش هم چی شده؟ سورت شده. شما میتونید توسط نامش پیدا کنید. مثلا من در اینجا داوود سرخوشنی کلیک کردین، البومایش هست. بازی مریم به البوم هست. میخواین که هر البوم مثلا ببینین، مثلا این البوم کلیک هیر تو وی آلبومز، روی البوم مثلا بازی یا مریم یا هر البومی که کلیک کردین روی ازی کلیک میکنین. ببینید تمام یالی البوم میای همون البومی که شما کلیک کردین و تمام آهنگاش. شما از اینجا میتونین آهنگ دانلود کنین یا مستقیم همینجا پلی کنین و بشنوین. درست است؟ و به همین قسم هر هنرمند دیگه را شما میتونین از اینجا پیدا کنین و درست است؟ هر هنرمند از اینجا پیدا کنین و آهنگ مربوطش دانلود کنین. پیشتر دوستان عزیز ما شما یک کتاب از سایت تکبوک باز کردیم. کتاب پی دی اف بود. درست است؟ روی ازی دبل کلیک کنین یا ایر اکسترکت کنین. اوپن میکنین، اکسترکت رو همین کتاب ما اکسترکت میکنیم در روی دسکتاپ. اوکی. ولی ببینید در روی دسکتاپ کتاب ما به نام سرور 2000 آرتی بودی باز شد. اوکی کنین یا اکسترکت. البته بعضی کتابایی که شما باز میکنین به شکل زیپ فایل است. صحیح؟ زیپ فولدر است. اونا رو باید شما اکسترکت کنین. من اکسترکت کردم بنابراین این کتابی است که پیشتر ما شما قبلا چی کردیم؟ دانلود کردیم. داری اکسترکت باز کنین؟ باید اکسترکت کنین دیگه. نه همین که روش کلیک کردم من گفتم اکسترکت فایل. توسط یک سافتویر ما اینجا اینستال کردیم، توسط از او اکسترکت کشیدم. البته این سافتویر رو ما بر شما کار کردیم. نه سافتویرهایی وجود داره مثلا 7 زیپ چند سافتویر ما بر شما کار کردم که شما میتونید که چندین فایل در یک فولدر پرتین و فولدر زیپ بسازیم. صحیح؟ و همچنان پس دوباره از زیپ بکشین. سافتویرهایی است که ما بر شما اینا کار کردم. خب این فایل های اضافی شما پس چی میکنم؟ دلیت میکنم. بنون این کتاب سرورم ما گرفت. این بود دوستان عزیز در موضوعاتی که در رابطه بعض سایت های معروفه که امروز ما شما کار کردیم و امروز ما شما سر زدیم به چندین سایت های مشهور و معروف. درست است؟ البته سایت ها زیاد است و شما میتونید که از سرچ انجین ها سایت های دلخواهتان پیدا کنید. برای امروز همه کفایت میکنه و من الله توفیق.